کلاهاش تو دقه آورده بودم مادرشون گفتم بریم خانه تان یک دقیقه. تو میگی پشت ما دق شدی فقط بگی سال ما رو ندید خب تو هر روز نمیینجستی خود تو رو چی هر وقت لوشا میم خانه مادرم از خانه تو خونه است. خداوند دیده که تو رو هیچ کس نگرفته فهمیدی الکی نیست که تو در خانه ماندی فهمیدی تو دیگه تو کی باشی که مرا بگی ما کی بریم کی نیام با تو چی ربط داره اصلا. الان خوب است که تو شو یاف کردی اوش که شوی سیامارت به خدای نه آدم میشرمه کدش برای بیرون تو هر روز سر ساعت 10 نمیجسی که اشتکای به خدای نه دست روز نداریم خشوی نمیکدی خیر خوراک باز شوی تو رو میبینیم تو اسودیت میشه به زندگی من فهمیدی تو اسودیت میشه به اولادای من کار اولادای در خانه ما کلان شده به خدا یادت میاد کلی بچه کلی دختر تین قبود این کلی بچه ها دختر تین قبود حدیث که خانه ما آمد مادرم خوب تغذیهشون کرد این کته کته شدن یادت بیار خالک چی بلا آدم نمک نشناس هستی به خدای نه در خانه شد نان پیدا نمیشه نان یک روز نشده من ببین یک چیز پخته کرده باشی آبیازو اولاد در خانه شما کلان شده اونم دخترک چی میبینی شیشک شلیته تو ریسون موسون تو رفته فهمیدی اینم تو خاله اینم تو خارزاده تو قفاق بزن که اون رو بابت از شید نخورده باشی فهمیدی تو خدا مظلومک نگی تو همیشه که نمو تو حق با ما باشه بود خدا درگوی قویت تو میگی که مادرم به مر بیاب کنه یک دفعه دیگه تو بیا خدا اولاد تکت برای اولادتون میگی برای که ما حوصله نداریم مادر پدرم پیر شده دیگه حوصله آرامش اگه در خانه تا نان پیدا نمیشه بگو من هر روز بیارم نان برات دیگه نیا اینجا تو رو به خدا نیا